سوال 26 ارشد برق 1405 عامل انتگرال ساز این معادله را از ما خواسته. میایم به گزینه‌ها دقت میکنیم، میبینیم عامل انتگرال ساز میتونه به این فرم باشه: x به توان آلفا y به توان بتا. این عامل انتگرال ساز رو در معادله ضرب میکنیم و کاری میکنیم معادلمون کامل باشه. اول میایم ضریب dx و dy رو جدا. گفتیم عامل انتگرال سازمونم به این فرم، در معادله ضرب میکنیم، به این صورت مینویسیم. اینو اگر در نظر بگیریم m، اینو در نظر بگیریم n، میگیم روند m به روند y برابر میشه با روند n به روند x. این کار رو انجام میدیم، به این رابطه میرسیم. بعد میایم ضریب رو برابر قرار میدیم. میگیم 2 تا بتای به علاوه 4 باید با آلفای به علاوه 4 برابر باشه. منهای 5 تا بتای به علاوه 1 باید با منهای 7 آلفای به علاوه 1 برابر باشه. دو معادله دو مجهول حل میکنیم. آلفا به دست میاد منهای 8 سوم، بتا به دست میاد منهای 10 سوم. این میشه عامل انتگرال ساز ما. برای اینکه جوابمون به فرم گزینه‌ها باشه، میایم 1 بر روی x y به توان 3 رو فاکتور میگیریم، میشه رادیکال با فرضیه 3x بر روی y. جواب میشه گزینه 4.